بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه در خدمت شما سروران و بزرگواران قرار داریم. به اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد گرامی و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستن عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم. تشکر جناب استاد. خب بینندگان عزیز و گرامی، صحبتمان در ارتباط به دین شناسی که پیرامون شناخت دین یهودیت طی چند قسمت گذشته صحبت شد همچنان ادامه دارد و اگر به خاطر داشته باشید ما در قسمت قبلی این برنامه به صورت نیمه مفصل در رابطه به منابع و مصادر دین یهودیت صحبت کردیم و به شرح تورات و ضمایم آن و همچنین تلمود و پروتکل های بنی صهیون پرداختیم و در ارتباط به تورات البته جناب استاد عبدالرحمن فاتح به شرح اسفار پنجگانه پرداختند و همچنین به اصطلاحات چون اسفار و اصحاح نیز اشارات داشتند و در برنامه گذشته وعده نمودیم که در این برنامه در رابطه به تحریف تورات و تاریخ تورات صحبت‌های خدمت شما اشاره خواهد شد. البته در این برنامه پس از تعریف تورات ان شاء الله به تحریف تورات از خلال آیات قرآن کریم یا دلایل تحریف تورات از لابلای آیات قرآن کریم صحبت خواهد شد و همچنین به اختلافات موجود در نسخه های مختلف تورات و به مثال های از وقوع تحریف در تورات نیز اشاره خواهیم کرد. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، فکر کنم که اگر برنامه را از تحریف شروع کنیم، چون بحث ما بحث تحریف تورات است، یک مفهوم کلی در ارتباط به کلمه تحریف داشته باشیم و اگر اقسام و انواع داره تحریف یا نقاطی که در ارتباط مستقیم میگیره به برنامه ما اشاره بکنین ممنون خواهیم شد. جناب استاد، مسئله تحریف چنانچه شما هم اشاره کردین که بحث تحریف تورات هست، ولی چنان که اشاره نمودین لازمه که ما قبل از آن مسائل پیرامون تحریف بفهمیم و بدانیم که تحریف یعنی چی. بله. اولا خود تحریف جناب استاد به معنای طرف و حاشیه یک شیر میگه. طرف و حاشیه یک شیر، یعنی یک جانب یک شیر را میگه. چنانچه در قرآن کریم هم چون میدانین تحریف در قرآن کریم هم به آن اشاره شده، یعنی اشاره به همان آنچه که از آن تحریف اشتقاق شده در قرآن کریم آمده. الله سبحانه و تعالی میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف
بعضی از مردم هستند که الله سبحانه و تعالی را در یک جانب و در یک حاشیه او را عبادت میکنند و میپرستند. یعنی اینکه ایمانشان متزلزله و قوی نیست، بلکه در حاشیه و در یک جانبه و در یک لبه‌ای هستند، در کناره یک شی قرار دارند و خیلی راحت عبادتشان از بین میره و خیلی راحت عبادتشان را خراب میکنند. بله. این معنای لغوی تحریف هست که تحریف گفتیم به معنای چی؟ به معنای طرف و جانب و لبه و کنار یک شی را میگن. و در اصطلاح نظر به آنچه که مراد ما از تحریف چی باشه، کدام تحریف باشه فرق میکنه، متفاوته. مثلا اگر ما خواسته باشیم تحریف را، اقسام را از آن تعریف بکنیم و پیرامون آن صحبت بکنیم، ما تحریفی داریم، تحریف ترتیبی، یعنی ترتیب یک شی عوض بشه، به این میگن تحریف. یعنی اینکه یک چیز را از یک جا، مثلا اگر به تورات اشاره بکنیم، یک جا مثلا یک آیه هست یا یک فقره هست، این فقره را برداری بگذاری در جای دیگه، این را میگن تحریف ترتیبی. تحریف ترتیبی. و تحریف دیگری داریم، تحریف معنوی. این تحریف معنوی به لفظ نیست بلکه به معناست، یعنی معنای و مراد آنچه که در تورات وجود داره و معنا و مرادی که مثلا حالا در تورات وجود داشته آن را عوض کردن و بعد گفته باشند که این مراد الله سبحانه و تعالی است. به این تحریف معنوی میگن. و از این قبیل در تورات زیاده که ما بعدا ان شاء الله به شرح آن خواهیم پرداخت. یک نوع تحریف لفظی هست جناب استاد. این تحریف لفظی برمیگرده به حروف، به حرکات، به کلمات، به زیادت و نقصان، یعنی چیزی را زیاد کردن، چیزی را کم کردن، کلمه را برداشتن، جمله را برداشتن و مثلا فقره را برداشتن یا آیه را برداشتن. به این میگن تحریف لفظی و به این تحریف لفظی استفاده میشه. و از این قبیل هم در تورات جناب استاد زیاد هست و ان شاء الله ما در لابلای صحبت ها به آن اشاره خواهیم کرد. تشکر جناب استاد، به نکات مهم اشاره کردین. چون وقتی ما تحریف ترتیبی میگیم، تحریف معنوی میگیم و تحریف لفظی میگیم، شاید این کلمات و این واژه ها در خلال این برنامه یا قسمت های بعدی بارها تکرار شود و باید بیننده عزیز و گرامی ما که این برنامه را پیگیری میکنن و متابعت میکنن باید در ارتباط و تحریف ترتیبی و تحریف معنوی و تحریف لفظی یک پیش‌زمینه در ذهنشان وجود داشته باشه که تحریف ترتیبی چه تحریفی است، تحریف معنوی چه تحریفی است و تحریف لفظی چه تحریف است، که البته فکر کنم جناب استاد همه این انواع تحریف در تورات صورت گرفته، یعنی هم تحریف لفظی وجود داره، هم تحریف معنوی و هم تحریف ترتیبی. خب جناب استاد، ابتدا اگر وقت در ارتباط به تحریف تورات داخل شیم، چه بهتر است که دلایل تحریف تورات از لابلای آیات قرآنی به بیننده ها ارائه شود. جناب استاد، سوال بسیار بجایی است. بنده چند وقت پیش یکی از شبکه‌های مسیحی که اینها هم خوبه که مورد توجه ما در این برنامه باشند، چون وقتی ما کتاب مقدس را به صورت کلی، چی عهد قدیم و چی عهد جدید، چنانچه در برنامه گذشته هم به صورت تفصیل پرداختیم، اینها هم قبول دارند. اینها هم اسفار عهد قدیم را قبول دارند، یعنی مسیحی ها. صحبت میکرد یکی از این کشیش های مسیحی در یکی از تلویزیون های فارسی زبان، میگفت که قرآن، و از نظر قرآن یعنی صحبت میکرد، میگفت در قرآن ما آیه‌ای نداریم که دلالت بر این بکنه که تورات تحریف شده یا انجیل یا اناجیل تحریف شده. یعنی به صورت کلی کتاب مقدس میگفت آیه در قرآن وجود نداره که تحریف شده باشه. یعنی اینا حرف میزنن؟ بله خودم جناب استاد شنیدم این حرفا را. یعنی متاسفانه حالا مناسب نیست که نام این شبکه گفته بشه، چون لیاقت این شبکه ها خیلی کمتر از اینه که در همچون جای نام گرفته بشن. خب به هر صورت المهمی که جناب استاد خودم شنیدم که یکی از کشش های بزرگ اینها این حرف را میزد و خیلی راحت متاسفانه دروغ میگفت که این صفت این هاست که دروغ میگن واضح. میگفت که در قرآن هیچ آیه وجود نداره و همچنین میامد در چند برنامه دنبال هم میخواست که ثابت بکنه که در قرآن خلاف این وجود داره.
در قرآن کریم خلاف این وجود داره و برخی از آیات رو گزینشی انتخاب میکرد یا بعضی از جملات و بعضی از کلمات در قرآن کریم انتخاب کرده بود و میگفت که ببینین شما این آیات قرآنی که دلالت بر این میکنه که تورات تحریف نشده و کتاب مقدس به صورت کلی تحریف نشده، بلکه این چیزی است که در قرنها مسلمان ها علمای مسلمان به خورد مسلمان ها دادن. یعنی گویایی که مسلمان ها تبلیغات کردن. بله تبلیغات کردن. اگرچه ما ان شاء الله ثابت میکنیم حتی از خود تورات که از خود کتاب مقدس که خود کتاب مقدس میگه که تورات تحریف شده. این که قرآن خب بدون شک این حرف میزنه. در قرآن کریم آیات صریحی جناب استاد در این مورد آمده، چی با لفظ تحریف، چی با لفظ تغییر و با الفاظ مختلفی که در قرآن کریم آمده. یک مشکلی که در میان برخی از اهل باطل به صورت کلی جناب استاد وجود داره اینه که عدم فهم اینها از قرآن کریمه، یا به تعبیر دیگر بگن سطحی نظری و سطحی فکری اینها نسبت با برداشت از آیات قرآن کریم. یعنی اینکه میگه لابد باید همین لفظی که تو رد میکنی باید در قرآن آمده باشه. حالا قرآن کریم به صورت اشاره گفته باشه، عبارت قرآن کریم دلالتی بر او بکنه، دلالت آیات قرآن کریم بر آن موضوع مثلا دلالتی بکنه، یا صراحت آیات قرآن کریم. این موضوعاتی که جناب استاد در معانی آیات قرآن کریم و در معانی الفاظ قرآن کریم و معانی قرآن کریم وجود داره. مثلا اشارت است، دلالت است، عبارت است، اقتضای است. اینها مسائلی که یک فرد وقتی نفهمه، بله در اصول فقه اینها مطرح میشه که مادام ما خواسته باشیم از نص برداشت بکنیم، میتونه مثلا عبارت نص دلالتی بر این بکنه، دلالت نص دلالتی بر اون بکنه، اقتضای نص دلالتی بر اون بکنه، یا اشاره نص باشه. اینها میگن نه، لابد باید همین کلمه ای که تو میگی، حالا به فارسی مثلا میگی، همین کلمه باید در قرآن آماده باشه که ما قبول بکنم که این وجود داره. و این یعنی همچون اصل را بنیان گذاشتن که لابد همین حرفی که تو میزنی باید در قرآن به همین لفظ آماده باشه، اگر با لفظ دیگه آماده باشه من قبول ندارم. اگر همچون اصل را جناب استاد و همچون قاعده را ما بیاین بگذارین در فهم قرآن کریم و در فهم هر کتابه، حتی در فهم صحبت‌های خودمان، حتی در منطق خودمان وقتی که حرف میزنیم، اگر این قاعده را بگذاریم با یک مشکلات بسیار فراوان دوچار میشیم. خیلی از قوانین و اصول و قواعدی که الله متعال در قرآن گذاشته باید همه را انکار بکنین و متاسفانه اینها به این مشکل گرفتارن. جناب استاد این به هر صورت این مقدمه بود که دوستان عزیز بفهمن که یعنی همچون طرز تفکری هست که ادعا میکنه که قرآن کریم حرفی از تحریف تورات و از تحریف کتاب مقدس نزده. ما در قرآن کریم جناب استاد فقط به چند آیه کوتاه اشاره میکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 75 چی میگه؟ افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. اینجا خب صراحتا الله سبحانه و تعالی میگه شما آیا طمع دارید که این اهل کتاب و این یهودی ها به شما ایمان بیارن در حالی که اینها کلام الله شنیدن ولی بعد از آن را چیکار کردن؟ آن را تحریف کردن. بله. من بعد ما عقلوه، بعد از آن که آن را درک کردن و فهمیدن، که این تقریبا اشاره داره به میشه گفت یعنی از فحوای کلام الله سبحانه و تعالی و این آیه برمیاد که این اشاره داره به تحریف معنوی، تحریف معنوی که بعد از آن که آن را درک کردن آن را تحریف کردن. مثلا یک کلمه معنای از چیز دیگری بوده اینها گذاشتن نه میگه مرادش این نیست بلکه این است، یا در ترجمه دستکاری کردن ترجمه اش را چیز دیگه گذاشتن، به این میگن حقیقتا تحریف معنوی. و همچنین الله سبحانه و تعالی 4 آیه بعد از این آیه یعنی باز هم در سوره مبارکه ذکر کنین جناب استاد که آیه 75 سوره بقره گفتید. بله. چون برخی اگر دنبال تحقیق باشن بر بگردن با آیه 75 سوره بقره. بله. خب آیه بعدی؟ آیه بعدی آیت 79 سوره مبارکه بقره هست. الله سبحانه و تعالی در این مورد اشاره میکنه به تحریف لفظی در زیادت و نقصان. یعنی چون گفتیم تحریف لفظی دارای اقسامی هست، میتونه مثلا در حرکت باشه، در حرکات کلمات باشه، در حروف باشه، در کلمات، در جملات، در فقره ها، در کم و زیاد کردن باشه از این موضوعات. خب الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه میگه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. الله سبحانه و تعالی میگه وای باد بر این مردمی که یکتبون الکتاب، بر کسانی که اینها خودشان کتاب را می نویسند با دست خودشان، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگن این از جانب الله است. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران باز میگه که و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، اینها میگن این از جانب الله است در حالی که این از جانب الله نیست.
الله هم چون حرفی نزده، الله هم چون چیزی نگفته، ولی اینها از دروغ به الله سبحانه و تعالی نسبت میدن و کلام الله را تحریف میکنن. بنابراین الله سبحانه و تعالی در این آیه 79 سوره مبارکه بقره البته دلیلش را هم بیان میکنه که چرا اینها مرتکب این عمل شنی میشن. میگه فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا اینکه کم پول به دست بیارن، یک سرمایه به دست بیارن، این دروغ میگن تا اینکه سرمایه به دست بیارن. و متاسفانه این دین فروش ها در تمام ادیان متاسفانه وجود داشتن، دین فروش هایی که از نام دین به نام دین از مردم پول گرفتن و متاسفانه برای خودشان جا و مقام ساختن. الله سبحانه و تعالی باز در ادامه میگه فویل لهم مما کتبت ایدیهم، وای باد بر اینهایی که دستشان آنچی را که می نویسه، وای بر اینها باد خودشان می نویسن اینها را، اضافه میکنن که ما بعدا ان شاء الله از تورات هم ثابت خواهیم کرد که خود اینها با دست خود متاسفانه تورات را نوشتن. تهدید و وعید است. بله. و ویل لهم مما یکسبون، و الله سبحانه و تعالی وعید میده بر آنکه اینها بر آنچه که آنها کسب میکنن، پول حرامی، مال حرامی که اینها به دست میارن. در سوره مبارکه آل عمران الله سبحانه و تعالی میگه و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب. آیه چند است؟ آیه 78 سوره مبارکه آل عمران. بله. الله متعال میگه برخی از اینها فریق و گروهی هستند که یلوون السنتهم، زبانهایشان را دور میدن، زبانهایشان را به تحریف میکنن. یلوون برخی از مفسرین تفسیر کردن به معنی یحرفون، یعنی تحریف میکنن اینها. یلوون السنتهم بالکتاب، اگر به فارسی خواسته باشیم زبانهایشان را دور میدن. وقتی که مثلا به برخی از آیاتی که در صفات رسول الله علیه السلام بود، اینها وقتی میرسیدن یعنی به شکل میخواندن که فرد نمیفهمه. بله. مثل برخی از جادوگرهای ما هم که متاسفانه وقتی خواسته باشن فریب بدن یک فرد مسلمان، اول شروع میکنه الحمدلله رب العالمین، بعد شروع میکنه به اوراد شرکی خودش بخواندن. اول یک کلمه میگه از قرآن که فرد تصور بکنه که آیه قرآن میخوانه. اینها هم همین کار رو میکردن این یهودی ها. وقتی بس یعنی برای مردم میخواندن مثلا تورات را یا شریعت الله را، وقتی میخواندن به صفات رسول الله علیه السلام میرسیدن، به برخی از مسائلی که خودشان دوست نداشتن، خودشان نمیخواستن که این مسائل را مطرح بکنن، اینجا که میرسیدن با زبانهایشان را به شکل دیگه دور میدادن که طرف نفهمه که چی گفت. خلاص میگه یک چیزی گفت که حالا گذشت رفت. الله سبحانه و تعالی میگه که اینها این کارو میکنن لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون. الله میگه اینها این کارو میکردن، زبانهایشان را دور میدادن تا طرف فکر بکنه که از کتابه، فکر بکنه که از توراته. و ما هو من الكتاب، در حالی که این سخنش از تورات نیست، دروغ میگه. و یقولون هو من عند الله، و صراحت سخنش بر اینه که میگه این از جانب الله هست، این را برای مردم معرفی میکنه که کلام الله هست. الله میگه و ما هو من عند الله، این از جانب الله نیست. و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون، در حالی که میدانن بر الله دروغ میبندن. الله سبحانه و تعالی به اینها عقل و شعور داده، درک داده، خودشان میفهمن که به الله دروغ میبندن، ولی متاسفانه مرتکب این دروغ و کذب میشن. در جای دیگر در سوره مبارکه مائده الله سبحانه و تعالی در آیه 13 سوره مبارکه مائده میگه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الكلم عن مواضعه. اینجا میتونین مثلا ما اشاره بکنین به تحریف ترتیبی که الله سبحانه و تعالی میگه یحرفون الكلم عن مواضعه، کلام الله را از جایی که هست آن را عوض میکنن به جای دیگه میگذارن، یا اصلا حذف میکنن یا بر آن اضافه میکنن. و نسوا حظا مما ذکروا به، که ان شاء الله ما به این نکته هم در خود تورات هم میرسیم که وجود داره. و همچنین در سوره مبارکه انعام آیه 91 الله سبحانه و تعالی میگه قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. اینها خیلی چیزهایی رو میگه الله میگه مخفی نگه میداشتن. و همچنین الله سبحانه و تعالی در ادامه مسائل دیگه مطرح میکنه که یعنی به بحث ما ارتباط نداره. المهمی که اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که اینها چیکار میکردن، خیلی از مسائلی که در تورات وجود داشته و در کتابی که نور و هدایت بوده برای مردم که آمده، اینها متاسفانه آن را چیزی میخوان افشا میکنن، میگن و چیزهای کثیری را هم و چیزهای زیادی را هم چیکار میکنن، اینها آن را حذف میکنن و آن را از بین میبرن.
خب به هر صورت و خیلی چیزهای را هم فراموش میکنن، نمیخوان که برای مردم بگن. جناب استاد شبیه همین حرف، یعنی شبیه همین حرف که اینها مرتکب تحریف شدن، در کتاب ارمیا هم موجوده. کتاب ارمیا یکی از بخش‌های تورات هست، یکی از اسفار عهد قدیم هست. این کلمه دقیق تر باشه. 5 صفر اسفار پنجگانه یا نه در نه در اسفار دیگر هست، غیر از اسفار پنجگانه، یعنی در ملحقات تورات هست. در ملحقات، در ارمیا باب 8 فقره 8 شبیه همین جناب استاد آمده که عزیزان میتونن با آن مراجعه بکنن، اگرچه اینجا پیش من هست ولی وقت برنامه برای ما اجازه نمیده که در این مورد به صورت تفصیل صحبت بکنیم. جناب استاد شما البته در ذکر دلایل تحریف تورات از خلال آیات به چند آیت با آیه 75 سوره بقره و با آیه 79 سوره بقره و همچنین با آیه 91 سوره انعام و با آیه 13 سوره مائده اشاره کردین و ایره ما دوباره تکرار کردم تا بیننده هایی که مایل باشن بر بگردن به قرآن. جناب استاد اینها حقیقتا به تعبیر عامیانه مش نمونه خروار بود، وگرنه در قرآن کریم از این آیات به فراوان به وفور پیدا میشه و هست. عزیزانی که خواسته باشن میتونن قرآن کریم را یک بار باز کنن، با دقت بخوانن، این نکات برایشان واضح خواهد شد. خب جناب استاد حالا بپردازیم به ذکر مثال های از وقوع تحریف در تورات. زن اگر از اختلاف در تعداد اسفار شروع میکنین اختیار از شما. جناب استاد اگر اجازه بدین که قبل از این که ما به تعداد اسفار بپردازیم، ما به صورت اجمالی آنچه که در تورات وجود داره که دلالت صریح میکنه بر این که این تورات تحریف شده به صورت نقطه‌وار برای بینندگان عزیز و گرامی عرض بکنم تا اینکه دوستان گرامی و بینندگان عزیز و گرامی ما به ذهنشان باشه که یعنی این مسائل دلالت صریحی بر این داره که تورات تحریف شده و اول یک ادعا میکنیم، بعد ان شاء الله ادعای خود را ثابت خواهیم کرد ان شاء الله. در یعنی خلال آنچه که از کتاب مقدس انسان وقتی مطالعه میکنه و میخوانه می شود گفت که انسان پی میبره به چند موضوع که این موضوعات و یا این مسائل دلالت صریحی بر این داره که تورات تحریف شده یا به عهد قدیم بگین تحریف شده. مسئله اول جناب استاد اینه که وقتی ما به تاریخ تورات نگاه میکنیم میبینیم که تورات سند درست و حسابی نداره. حالا اگر مثلا شما به قرآن کریم مراجعه بکنین میبینین که قرآن کریم دارای سند هست، اسناد قرآن کریم موجوده. اگر کسی خواسته باشه بنده از همین مثلا از خودم یا مثلا از استادم تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم که خواسته باشه، من بر روی صفحه برایش نشان خواهم داد که این اسناد قرآن کریمه. یعنی شما از نزد کی قرآن شنیدین؟ بله من از نزد کی شنیدم، اون از کی شنیده، اون از کی شنیده تا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته با یک سند نه، بلکه با اسناد زیاد، با اسناد زیاد متواتر میتونیم ما قرآن کریم را وجودی ثبوت بکنیم. اما تورات متاسفانه وقتی به تاریخ تورات نگاه میکنیم، انقطاعی که در تاریخ تورات وجود داره و در سند تورات وجود داره برای ما نشان میده که این تورات تحریف شده. این تورات تحریف شده. این موضوع اول ان شاء الله ثابت میکنیم این نکته رو. موضوع دوم اینه که همچنان که شما اشاره کردیم جناب استاد، حقیقتا موضوع اختلاف در اسفار توراته. اگرچه ما در برنامه گذشته هم اشاره کوتاه به این نکته کردیم. و همچنین موضوع سوم اینه که نسخه های تدوین شده از تورات در میان اینها اختلاف شدیدی وجود داره. اختلافات شدیدی که ما اختلافات رو ان شاء الله بیان خواهیم کرد. و موضوع چهارم یا مسئله چهارم که دلالت صریحی داره بر این که تورات تحریف شده اینه که تناقضات موجود در توراته که این رو هم ان شاء الله ثابت میکنیم که تورات با هم تناقض داره. یک صفر یک چیز را میگه، صفر دیگه چیز دیگر را میگه، یا یک صفر یک موضوع را تایید میکنه، صفر دیگه آن را رد میکنه. و همچنین زیادات و اضافاتی که در تورات به وجود آمده، این هم دلالت صریحی داره بر این که این تورات تحریف شده. و همچنین آنچه که از اوصاف و صفاتی که به الله سبحانه و تعالی نسبت میدن که شایسته الله نیست، دلالت صریحی بر این داره که این کتاب تحریف شده و الا اینکه کلام الله نمیتونه این گونه باشه که الله صفات نقص را برای خودش نسبت بده، نعوذ بالله. و یا اینکه
موضوع بعدی این که صفاتی را و یا مسائل را متاسفانه به انبیاء علیهم السلام نسبت میدن که سزاوار نبی از انبیاء علیهم السلام نیست. متاسفانه در تورات وجود داره که این هم دلالت صریحی داره که تورات تحریف شده، و الا اینکه همچون صفاتی را برای یک پیامبر یا برای چند پیامبری که در کتاب مقدس یا در عهد قدیم آمده نباید وجود می داشت. و همچنین مسئله اعتقاد به روز آخرت که متاسفانه در تورات کمتر به چشم میخوره، یا بسیار کمه یا بسیار به ندرت شاید یک باری، و اون هم به صورت حکایت. اصلا این هم دلالت صریحی بر این داره که این تورات دستکاری شده، و الا اینکه به ندرت بودن مسئله روز آخرت یا ایمان به روز آخرت یا وقایع روز قیامت در کتاب مقدس یا در عهد قدیم دلالت صریحی بر این داره که این کتاب تحریف شده و دستنویس دیگران هست. اینها جناب استاد به صورت کلی بود. تقریبا اینها میشه گفت مورد ذکر کردیم، ادعا کردیم. اینها را حقیقتا ادعاهایی بود که ما کردیم و ان شاء الله ادعاهای خودمان را ثابت میکنیم. خب فکر کنم از اختلاف در تعداد اسفار شروع کنیم. اگر از تاریخ شروع بکنیم، تاریخ بفرمایید. چون این یعنی میشه گفت که وقتی از تاریخ شروع بکنیم، خب تاریخ و تحریف لازم ملزوم هم بله دیگر لازم میفهمیم، متوجه میشین، و حتی در باب اختلاف اسفار هم برای ما کمک میکنه. بله. در باب اختلاف اسفار که چرا اختلاف به وجود آمد، این رو هم برای ما کمک خواهد کرد در باب تاریخ تورات. جناب استاد، اولا این که تورات چنانچه خود در کتاب مقدس آمده و مثلا در تثنیه، یعنی سفر تثنیه آمده، دلالت صریحی بر این داره که موسی علیه السلام این تورات را نوشته. و همچنین در یک جا تورات میایه، در یک جا کتاب مقدس میایه که الله سبحانه و تعالی را نوشت و برای موسی داد، و در جای دیگه میایه که خود موسی علیه السلام هم این را در اخیر یعنی وقتی میخواست فوت بکنه و از دنیا بره، کتاب مقدس یا همان تورات اسفار پنجگانه را نوشت و آن را تحویل به کی داد. در تثنیه باب 31 فقره 9 متنش اینه که میگه آنگاه موسی قوانین خدا را نوشت و آن را به کاهنان لاوی که صندوق عهد خداوند را حمل می‌کردند و نیز به ریش سفیدان بنی اسرائیل سپرد. موسی علیه السلام آن را داخل صندوق کرد و این صندوق را داد دست لاویان، دست کسایی که متولی بودن، یا به تعبیر امروزی بگین متولی صندوق بودن، که این را هر جا با خودشان منتقل می‌کردند. این در تثنیه هست جناب استاد. این در تثنیه باب 31 فقره 9. بعد آنچه که از خود تورات ثابت میشه و از خود کتاب مقدس یا عهد قدیم ثابت میشه اینه که بعد از موسی علیه السلام یوشع ابن نون جانشین موسی علیه السلام میشه. یوشع ابن نون جانشین موسی علیه السلام میشه و این هم یک بار تورات را مینویسه بنا به دستور یا همان فرمانهای 10 گانه‌ای که موسی علیه السلام دستور داده بود که آن را بنویسند، در منطقه‌ای که اونجا مذبحه میگن، جایی که ذبح میکردن حیوانات یا قربانگاه، در اونجا روی سنگ آن را مینویسه و برای مردم میخوانه. یوشع ابن نون این کار را میکنه بنا به دستور موسی علیه السلام، دستوری که موسی علیه السلام در اسفار پنجگانه موجوده، و این دستور در سفر یوشع ابن نون که بعد از اسفار پنجگانه هست، در اونجا موجوده که این کار را یوشع ابن نون انجام میده. مثلا در سفر یوشع ابن نون باب 8 فقره 30 میتونن عزیزان مراجعه بکنن، چون وقت برنامه اجازه نمیده و اینجا کلمه به کلمه نشان میدادین. اینها دقیق جناب استاد که میتونن عزیزان مراجعه بکنن خودشان، و اگر کسی خواسته باشه من از اینجا باز برایش نشان خواهم داد. کتاب مقدس پیشم هست. در سفر یوشع باب 8 فقره 30 دلالت بر این میکنه که این کار را، یعنی وعده‌ای که یا بگین توصیه‌ای که موسی علیه السلام کرده بود، یوشع ابن نون آن را انجام میده. دیگه خبری از تورات در کتاب مقدس بعد از زمان یوشع ابن نون وجود نداره. دیگه ذکری از آن نیست که بعد از یوشع ابن نون چی کار شد، اگرچه اونجا گفتیم که داخل صندوق گذاشت حضرت موسی علیه السلام. این نکته را بسیار دقیق باشین که موسی علیه السلام آن را داخل صندوق گذاشته، داخل صندوق هست. بعد فقط جناب استاد آنچه که یعنی بعد از یوشع ابن نون اشاره میشه در سموئیل اول، یعنی سموئیل نبی که به تعبیر اونها به هر حال نبی است، الله والله اعلم. سموئیل نبی که 2 سموئیل هست در خود عهد قدیم، سموئیل اول و سموئیل دوم. در سموئیل اول
باب 4 از فقره 3 به بعد در این مورد صحبت میکنه که دشمن نفهم صفر از کدام صفر؟ نه یک نبی است از انبیایشان، نبی است از انبیایشان و صفر هم به نام اوست. بله. یعنی سموئیل اول، سموئیل دوم. متوجه شدین؟ بله. یا جمله ملحقات است؟ بله، از جمله ملحقات اسفار پنجگانه هست یا از جمله ملحقات تورات بگین. در اونجا میایه که دشمن بر این صندوق تسلط یافت. در زمان کی؟ در زمان سموئیل نبی تسلط یافت. چون جنگ در میان اسرائیل و به هر حال دشمنان اتفاق میفته، جنگ بسیار شدیدی، و اینها که به تعبیر اونها میگن که جنگ در میان اسرائیل و فلسطین بود، جنگ اتفاق میفته و به هر حال فلسطینیان میان اینها جنگ شدید اتفاق میفته و اینها شکست میخورن. چنانچه در سموئیل اول به صورت تفصیل در این مورد صحبت کرده آمده. اینها شکست میخورن، بعد می نشینن که ما چیکار بکنین، چرا شکست خوردین؟ میگن چون بگیرین این بار میرین با هم همین صندوقی که در آن موسی علیه السلام تورات گذاشته این را بر میدارین میبرین، بر میدارین میبرین در جنگ. حتی نامه های اونها را هم در خود کتاب مقدس در سموئیل اول آورده. در عزیزانی که خواسته باشن میتونن مراجعه بکنن، در باب 4 در این مورد به تفصیل صحبت کرده. خب میارن وارد میدان جنگ میکنن، بعداً دشمن اینها را شکست میده. این بار هم شکست میده، صندوق از پیش اینها میره، صندوقی که در آن تورات وجود داره به تعبیر اونها. بعد از 7 ماه دوباره آن را بازگشت میدن جناب استاد. بعد از 7 ماه دوباره میتونن که صندوق آنها بازگشت بدن و آن را در قریه آن را نگه دارن، که این هم گفتیم در سموئیل اول باب 4 از آیه 3 به بعد در این مورد به تفصیل صحبت شده. مدت 20 سال جناب استاد این صندوق در این قریه است که بعد از 7 ماه آن را انتقال میدن و در اونجا میگذارن. مدت 20 سال در آن قریه وجود داره. بعد از 20 سال داوود علیه السلام میایه. داوود علیه السلام وقتی میایه به اورشلیم، بله، به اورشلیم میایه، این دستور میده که برین صندوقی که از همان قریه هست آن را بیارین، صندوق را بیارین و خیمه میسازه و در آن خیمه آن را قرار میده. داوود علیه السلام این کار را انجام میده. آنچه که در کتاب مقدس آمده، حالا ما به ضبط نمیگیم که واقعا این گونه بوده، آنچه که در کتاب خودشان موجوده جناب استاد. میگه که داوود علیه السلام دستور میده این صندوق را دوباره میارن به اورشلیم. داوود علیه السلام اینجا خیمه میسازه، این را داخل خیمه نگه میداره. همین صندوقی که موسی علیه السلام آن را به تسلیم به کی کرده بود، مثل که ما در سفر تثنیه گفتیم، تسلیم لاویا و ریش سفیدان بنی اسرائیل کرد. خب این نکته که داوود علیه السلام این را انتقال میده، دستور میده که این را انتقال بدین بیارین در اورشلیم و زیر خیمه این را نگه میداره، در سموئیل دوم یا دوم سموئیل هست. ما گفتیم سموئیل اول و دوم سموئیل، که حالا دوم سموئیل چون نام خودشان گذاشتن من میگم دیگه، وگرنه سموئیل دوم. حالا دوم سموئیل به هر حال باب 6 از فقره 7 به بعد در این مورد صحبت میکنه. اصلا خود فقره 7 در همین مورد صحبت میکنه که داوود علیه السلام آن را داخل خیمه قرار داد، کتاب مقدس را یا عهد قدیم را یا اسفار پنجگانه که تورات موسی علیه السلام آن را گذاشته بود داخل صندوقچه. بعد از داوود علیه السلام مرحله بعدی میاد، مرحله سلیمان هست. سلیمان علیه السلام آن را از داخل خیمه به قدس الاقداس یا خانه خدا آن را انتقال میده و هیکل بنا میکنه، داخل آن هیکل آن را قرار میده، صندوق را داخل آن هیکل قرار میده. و جالب بر اینه که وقتی سلیمان علیه السلام صندوق را باز میکنه، قبل از اینکه آن را بگذاره داخل هیکل، وقتی باز میکنه در داخل آن تورات را نمیبینه. تورات در آن وجود نداره، فقط 2 لوحه وجود داره خلاص. توراتی که موسی علیه السلام با دست خود نوشته که در سفر تثنیه ما گفتیم، اشاره کردیم که موسی علیه السلام آن را به دست لاویا و به دست ریش سفیدان بنی اسرائیل تحویل میکنه، همان حاملین صندوق به دست آنها میده. حالا ببینین بعد از چند وقتی زمان سلیمان میرسه و جنگ اتفاق میفته و آن را میدزدند و میبرند و میآورند و اینجا انتقال بدی آنجا انتقال بدی، وقتی سلیمان علیه السلام باز میکنه میبینه داخل صندوق چیزی نیست. این در اول پادشاهان آمده، اول پادشاهان باب 8 فقره 9 در این مورد هست که وقتی سلیمان باز میکنه میبینه که جز 2 لوحه چیز دیگری نیست. حالا ما میپرسیم از این مسیحی ها و از نصرانی ها یا و از یهودی ها که این تورات کجا شد؟ این تورات کجا شد؟
توراتی که موسی به دست خود نوشته و در تثنیه هم وجود داره و در سفر یوشع هم وجود داره، اینها کجا شد؟ اصلا همین توراتی که موسی علیه السلام به دست خود نوشت کجا رفت؟ و تنها این دو لوحه باقی ماند. این مرحله اول جناب استاد. این را بسیار دقیق باشین برای این نکته و بینندگان عزیز هم دقت کنن، اگرچه مسائل تاریخی است کمی شاید برای بعضی از بینندگان عزیز مشکل باشه برداشتش، به هر حال دقیق باشن به این نکات. و بنده هر کدام را مرجع میدم جناب استاد، میتونن عزیزان برن مراجعه بکنن. اینجا پیش هم کتاب مقدس هست ولی متاسفانه وقت با ما اجازه نمیده. خب در اول پادشاهان گفتیم باب 8 فقره 9 تفصیل در این مورد صحبت میکنه که سلیمان وقتی باز میکنه جز 2 لوحه چیز دیگری در اینجا نمیابه. و سوال ما این است که این تورات کجا شد؟ توراتی که موسی علیه السلام با دست خود نوشته بود. این سوال اول ما. بعد از سلیمان علیه السلام اگر یادتان باشه وقتی ما در مورد تاریخ یهود صحبت کردیم از 2 دولت رهبعام و یربعام صحبت کردیم در هفته گذشته. در هفته گذشته بله در این مورد به صورت تفصیل صحبت کردیم. میایه که در خود کتاب مقدس به خصوص در اول پادشاهان که متنش رو هم میخوانم، رهبعام میگه که رهبعام ابن سلیمان میگه که به هر حال این نفر گناهان زیادی مرتکب شد و قوم بنی اسرائیل هم گناهان زیادی مرتکب شدند تا اینکه یکی از فرائینه مثل به نام شیشق میگه که بر اینها مسلط شد، بر رهبعام مسلط شد. و ببینیم که چی میگه خود کتاب مقدس یا خود عهد قدیم در این مورد چی میگه. اول پادشاهان باب 14 فقره 25 میگه که متنش هست، میگه در سال 5 از سلطنت رهبعام شیشق پادشاه مصر به اورشلیم حمله برد و آن را تصرف نمود و خزانه های خانه خداوند و کاخه های سلطنتی را غارت کرد و تمام سپرهای طلا را که سلیمان ساخته بود با خود به یغما برد. حالا جناب استاد این سوال اینجا مطرح میشه که تمام اورشلیم را نابود کرد و کتاب مقدس هم در اونجا بوده و کتاب مقدس هم در اونجا وجود داشته، حمله کرده به خانه خدا و نشان میده که جناب استاد در اینجا حقیقتاً وقتی کاخهای سلطنتی را نابود میکنه، وقتی به خانه خدا حمله میکنه چنانچه گفتیم در اول پادشاهان وجود داره. خب این کتاب مقدس باز اینجا به یک مشکل دیگه گرفتار میشه، اینجا باز نابود میشه یا بگیم که گم میشه، اصلا مفقود میشه، گم میشه. باز کجا رفت کتاب؟ این کتابی که اول گفتیم سلیمان علیه السلام وقتی باز میکنه جز 2 لوحه چیز دیگر در داخل آن نیست. حالا همین صندوق کجا رفت باز؟ بعد از این که شیشق این کار را انجام میده به هر حال مرتکب میشه، خودشان میگن که به هر حال کل شهر مباح الدم میدانه و میکشه و میزنه و میبنده و خانه خدا را نابود میکنه، سپرهای طلایی برمیداره و میدوزه و همه چیز را غارت میکنه، چیزی که در خود کتاب مقدسه. میگه با خود همه را به یغما برده، همه را با خود برده. اول پادشاهان باب 4 فقره 25 و بعد در این مورد به صورت تفصیل این متنی که خواندم فقره 25 بود. بعد از این واقعه جناب استاد باز یهود کتاب مقدس را گم میکنن و از آن سخنی به میان نمیآید. سوم است یا دوم؟ سوم تقریبا میشه. سوم میشه. این کتاب یا همین صندوقچه بگین، صندوقچه‌ای که حالا موسی علیه السلام داده بود و باز هم که داخلش خالی بود، این مرحله اول که خالی بود، خب همین خالی با 2 لوحه باز گم میشه. باز تا زمان یوشیا دیگه چیزی از این اصلا یادآوری نمیشه. از این صندوقچه تا زمان یوشیا دیگه اصلا چیزی در این مورد نیست. یوشیا تقریبا 3 قرن یعنی تقریبا 340 سال بعد از این واقعه شیشق میایه. ملک یوشیا یعنی یک پادشاهی بود به نام یوشیا. دوباره تورات پیدا میشه. این از کجا پیدا میشه دوباره؟ و این خودش نیاز به دلایل و مدارک زیادی داره. از کجا پیدا میشه؟ شخص کاهن اعظمی که در آن وقت وجود داره، چنانچه در دوم پادشاهان میایه. در اول پادشاهان گفتیم که قضیه رهبعام بود. در دوم پادشاهان باب 22 فقره 8 میایه که حلقیا کاهن اعظم میایه پیش یوشیا، میگه که یا به نزد دربار یوشیا پیش افراد دیگه میایه، اونجا میگه که من کتاب مقدس یا اسفار 5گانه را یافتم. از کجا یافتین؟ کاهن اعظم را از کجا کردی؟ خودش از نزد خودش چیزه. بله، کاهن اعظم را از کجا کردی؟ 340 سال گم بوده، بعد از 340 سال حالا دوباره پیدا شده.
حالا دوباره پیدا شده کجاست؟ این از کجاست؟ این از کجا آوردی؟ نکنه که از آسمان آمد دوباره. این باید جواب به این داده بشه. خودشان هم رد میکنن که دوباره بله. از کجا آمد؟ خداوند دوباره یعنی دوباره وحی نازل کرد، یک بار به موسی و یک بار دیگه به کاهن اعظم. دقیقاً. و مراحل بعد هم که میایم مثلا مسئله عزرا، بعد از آن باز گم میشه، باز مسئله عزرا میرسه. ما به این اشاره میکنیم. خب جناب استاد ببینید شما در اینجا 3 قرن یعنی تقریبا 340 سال، 3 قرن و اندی این کتاب گمه و بعد دوباره این کاهن اعظم میاد آن را پیدا میکنه. این جالبه که در دوم پادشاهان باب 22 فقره 8 میاد در این مورد صحبت میکنه. کاهن میایه و بعد صحبت میکنه و عزیزانی که خواسته باشن میتونن که برن آنجا مراجعه بکنن و ببینن. خب حالا یوشیا از کسانی که لاویین یا کسانی که بردارنده صندوق هستند از اینا میخواد که صندوق در همان خانه‌ای که توسط سلیمان ساخته شده، هیکلی که توسط سلیمان ساخته شده، در همانجا دوباره قرار بده. حالا این کاهن آمده این را پیدا کرده. اگرچه در خود این دوم پادشاهان میایه که وقتی که یوشیا این را میبینه و باز گریه میکنه و خیلی خوشحال میشه، مردم خوشحال میشن. خب به هر حال بعد از 340 سال جناب کاهن اعظم این را میده و پس دوباره میگه آن را در آن جایی که سلیمان قرار داده بوده قرار بده. نشه که بعداً باز یک 2 لوح بیابند در داخل. بله. خب به هر حال جناب استاد جالب بر اینه که این نکته دوم، یعنی بعد از اینکه از لاویین میخواه یوشیا از اونها میخواه که برین آن را در جایی که سلیمان قرار داده بوده قرار بدین، این در تواریخ دومه. تواریخ اول، تواریخ دوم. تواریخ دوم جزء یا ملحقی یا بگین از ملحقات تورات هست. تواریخ دوم، تواریخ که میگیم ملحق است. بله. از جمله ملحقات تورات، یعنی سفر است از اسفار عهد قدیم. تواریخ دوم در باب 35 فقره سوم در این مورد اشاره میکنه که یوشیا از لاویین میخواد که آن را صندوق در همان خانه‌ای که سلیمان ساخته بود در همانجا قرار بده. باز بعد از آن دیگه جناب استاد از تورات خبری نمیشه. این تورات کجا شد؟ البته همان صندوق بگین چون سلیمان وقتی باز کرد جز 2 لوحه دیگه چیزی ندید. حالا دوباره حالا این صندوق باز گم میشه، از آن خبری نمیشه تا اینکه ممکنه که چرا از آن خبری نمیشه؟ ممکنه که پادشاه بابلی وقتی که میای حمله میکنه بیت المقدس آن را دوباره نابود کنه. میگن در نتیجه تخریب بیت المقدس. ممکن حالا برخی از تواریخ نویسان میگن ممکن که در همان جنگی که پادشاه بابلی و البته توراتی است که به ادعایشان کاهن اعظم یافته. بله همان کاهن اعظم آن را یافته بود و آن را به دوباره بار دوم باز مفقود میشه. بله باز مفقود میشه. 25 سال بعد از یوشیا جناب استاد، یعنی تقریبا در 586 سال قبل از میلاد، پادشاه بابلی بر دولت یهوذا حمله ور میشه و دولت و هیکل را آتش میزنه، هیکل را نابود میکنه. همان هیکلی که چیکار بود؟ هیکلی که گفتیم که یوشیا دستور میده بنا به تواریخ دوم، میگه که برین در همان جایی که سلیمان گذاشته بوده همان هیکل دوباره بگذارین. حالا اینجا این را میگذارن. این پادشاه بابلی میاد چیکار میکنه؟ میاد داخل میشه اینجا، همه چیز را نابود میکنه، آتش میزنه و این هیکل دوباره نابود میشه. یعنی 25 سال بعد از یوشیا این اتفاق میفته. این هم در تواریخ دوم آمده از باب 36 از فقره 17 به بعد، یعنی از فقره 17 به بعد در این مورد صحبت میکنه. بله. این هم باز دوباره جناب استاد باز تورات گم شد. باز این صندوقچه باز گم شد. صندوقچه توسط پادشاه بابلی خب نابود میشه، میسوزه، از بین میره. بله. این دوباره نابود میشه. در زمان کوروش کبیری که در ایران مشهوره، چنانچه اگر یادتان باشه ما در باب تاریخ یهود هم به این نکته اشاره کردیم. این کوروش وقتی میایه، عزرا کاهن است، یکی از کاهنان است. عزرا بله. و سفری هست به نام سفر عزرا. اگرچه برخی از کسانی که در باب قاموس یا فرهنگ لغت کتاب نوشتند، مثلا فکر کنم اگر یادم باشه دقیق باشه در فرهنگ ده خدا روز سرچ میکردم که در مورد عزرا ببینم که کی هست، میگفت عزرا همان عزیری که در قرآن آمده. البته این سخن اوست. علما در این مورد حرف زدن، میگن که دلیل صریحی در قرآن و یا در سنت وجود نداره که عزرا همان عزیر باشه و علامه ابن قیم رحمه الله در این مورد صحبت میکنه موجوده. حالا ما تسلیم نیستیم به این که
عزیر همان ازرا باشه یا ازرا همان عزیر باشه. خب اگرچی به خاطر این میگم که برخی از فارسی زبان ها وقتی ازرا با شاید بنویسه در اینترنت فرهنگ دهخدا یا فرهنگ معین یا فرهنگ عمید یا فرهنگ دیگری برایش بیاره که بله ان اینجا ازرا همان عزیری که در قرآن آمده. در قرآن آمده. خب به هر صورت ما گفتیم به این تسلیم نیستیم که ازرا همان عزیر باشه. المهمی که جناب استاد در زمان کوروش یا همان کوروش کبیری که بیشتر ایرانیان با آن کوروش کبیر میگن، خب میبینین که شما بابلی ها آنجا مسلطن، یعنی در اورشلیم، یعنی در اونجا مسلطن و دوباره این دولت فارس وقتی میایه، دولت فارس وقتی که میایه اینها به این قدرت میده به ازرا، برای ازرا میگه در خود سفر ازرا موجوده که کوروش برایش میگه برو و یهود را با خود ببر و به هر حال یهود با خود میاره و اینجا داخل اورشلیم داخل میکنه و به اونها عزت و مکان میده و جایگاه میده. به هر صورت المهمی که ازرای کاتب، ازرا به کاتب مشهوره، ازرای کاتب چون تورات را نوشته. حالا جناب استاد شما ببینین که بعد از این که تورات را از روی چی نوشته؟ از ذهن خودش نوشته؟ بله همین نکته را میخوایم بگین که میآید دوباره ازرا برای بنی اسرائیل تورات را می نویسه و جالبه که در مورد خود ازرا همچنان که در سفر ازرا باب 8 و همچنین در نهمیا یکی دیگه از اسفار کتاب مقدس یا بگین از اسفار عهد قدیم هست، در اونجا میایه که میگه که به هر حال ازرا آمد و برای مردم کتاب مقدس را خواند و در سفر ازرا هم به صورت تفصیل به این مورد صحبت شده. حالا ما میپرسیم که همین ازرا بعد از این که این دولت بابلی یا پادشاه بابلی آمد کلا همه را نابود کرد دوباره و هیکل را نابود کرد و سوختاند، دوباره این ازرا از کجا شد؟ ده قرن بعد از حضرت موسی از کجا شد که و گفتیم که سلیمان علیه السلام وقتی که صندوق باز میکنه چیزی نمیبینه از تورات، اثری از آثاری که موسی علیه السلام نوشته چیزی وجود نداره. حالا این ازرا 10 قرن بعد از موسی علیه السلام میایه دوباره همون چیزی که در عهد ملکی اوشیا بله نوشته شده بود شاید او را پیدا بکنه. همان جناب استاد این خود سوخت نابود شد، اصلا هیکل سوختان. این صندوقچه کجا شد کسی خبر نداره. صندوقچه را پادشاه بابلی کجا برد خبری نیست از آن. خب بعد از آن میای ازرا 10 قرن بعد از موسی علیه السلام دوباره تورات را برای مردم میخوان و مینویسه. این را از کجا آورد؟ یعنی اینا حفظ نمیکردن؟ این سوال شاید در ذهن بیننده خلق حالا که حفظ کرده مثل که ما قرآن را حفظ میکنیم شاید اینا هم حفظ کنن. حالا فرض کنیم که حفظ میکنن، اگر چی حفظ نکردن و حفظ نمیکنن، اگر فرض بکنیم که حفظ کرده، مثلا میگم جناب استاد من قرآن کریم را حفظ کردم، شما هم شاید چیزی از قرآن را حفظید، خیلی دیگه هم حفظند. بنده پیش یک استاد حفظ کردم، استادم پیش یک استاد حفظ کرده، استادش پیش یک استاد دیگه حفظ کرده، خلاص این کتاب رسول الله علیه السلام سلسله میرسه. اما ازرا استادش کی بوده؟ پیش کی حفظ کرده؟ از کجا حفظ کرده؟ از کدام لوحه حفظ کرده؟ از کدام ورق حفظ کرده؟ از کدام تورات حفظ کرده؟ توراتی وجود نداشته. سلیمان علیه السلام باز میکنه صندوقچه، اصلا توراتی که موسی علیه السلام آن را با دست خود نوشته چیزی وجود نداشته در آن. از کجا این را حفظ کرده؟ یعنی سند و مدرکی وجود نداره. بله این را خب قبلا گفتیم که بله. خب جناب استاد ازرا میاد این را مینویسه، ازرای کاتب دوباره میاد را برای بنی اسرائیل مینویسه و گفتیم جالب اینه که تقریبا پس بر اساس ادعای خودشان این تورات دستنوشت ازراست. بله. البته یک نکته را اصلاح بکنم جناب استاد، تقریبا 8 قرن 10 قرن نه بلکه تقریبا 8 قرن ازرا با موسی علیه السلام فاصله داره. این موسی 8 قرن ببینین تقریبا 800 سال میشه جناب استاد. 800 سال چیز کمی نیست، فاصله میان موسی و میان ازراست. خب به هر حال این چگونه می نویسه و جالب بر اینه که جناب استاد شما گفتیم که شاید حفظ کرده باشه. آنچه که در تعالیم یا آنچه که در اسفار خود کتاب مقدس یا عهد قدیم وجود داره، مثلا در نهمیا، درست نامش نهمیا، که یکی از اسفار کتاب مقدس یا اسفار عهد قدیم هست، در باب 8 در آیت 17 یا فقره 17 بگین میاره که اینان از تعالیمی که از زمان یوشع علیه السلام تا زمان ازرا اینها کلا از تعالیمی که دین یهودیت داشته دور شده بودن. چگونه امکان داره که ازرا پیش کی حفظ کرده؟ چگونه حفظ کرده؟ اصلا اینها از تعالیم دور بودن، آنچه که در خودشان نقل میکنن جناب استاد.
و به صورت واضح آمده در نهمیا که گفتیم، به صورت واضح آمده باب 8 فقره 17 میگه که ما از زمان یوشع وقتی عزرا یک جلسه را می تشکیل میده و به هر حال در اونجا تورات خوانده میشه و یا همان اسفاری که خودش نوشته خوانده میشه، اینها میگن که ما والله از زمان یوشع همچون جلسه دیگری ندیده بودیم یا همچون جلسه دیگه با پایگذاری نشده بود. دلالت صریحی داره بر اینکه اینها از تعالیمشان دور شده بودن. حتی در همین نهمیا میایه که جناب استاد اینها میگن که مثلا وقتی کلام الله را نقل میکنه در اونجا میگن نهمیا یک کسی بوده که با الله ارتباط داشته و از این قبیل حرفا میگن که الله گفت که یعنی دوباره وحی شده. بله به تعبیرش. بله جناب استاد. اینها چی میگن که الله متعال سبحانه و تعالی چی گفته که والله شما خیلی دور شدید، معلمین شما تغییر دادن، آن چی که برای شما باید گفته میشد آن را تغییر دادن، که ما در اشاره بنده کردم که گفتم یعنی دلالت صریح بر این داره. در ارمیا در ارمیا باب 8 فقره 8 اشاره صریحی به این موضوع میشه. خب به هر حال جناب استاد این مراحل بود که تورات از این به بعد هم بعد از عزرا توسط عزرا 8 قرن بعد از حضرت موسی علیه السلام با اینکه حالاتی حتی سرنوشت نسخه که عزرا هم نوشته فکر کنم نامعلومه کجا هست، کجا شده، کجاست. اگرچه جناب استاد خوبه که به بخش از صحبت یعنی بخش دیگری هم مطرح بکنیم، آن این که مورخین نقل میکنن که پادشاه یونانی بطلیموس نامش بطلیموس است با فتح تا. بطلیموس دوم، البته نه بطلیموس اول نه بلکه بطلیموس دوم، که در سالهای تقریبا 282 سال قبل از میلاد که حالا 282 تا 247 یعنی 247 سال قبل از میلاد این فرد میزیسته و پادشاهی داشته، از رئیس کاهنان میخواد که 72 نفر از علمای یهود برای ما بفرست که من میخوام تورات از زبان عبری یا از اسفار پنجگانه از زبان عبری به یونانی ترجمه بشه. اینجا رو هم دقت کنید. 72 نفر را میفرسته کاهن اعظم و میگه شما برین تورات را برایش یا اسفار پنجگانه را به زبان یونانی از عبری به زبان یونانی آن را ترجمه بکنید. این از روی کدام نسخه ترجمه میکنن؟ بله. از روی نسخه عزرا؟ اصلا مشخص نیست که از روی چیزی نیامده که همان نسخه عزرا باشه. خودش هم نامعلوم. بله. مشخص نیست. خب اینها در 72 روز طول میکشه این کار را انجام میدن. حالا سوال اینجاست جناب استاد، 72 نفر را مثلا ما و شما هم عربی میفهمید، بنده هم عربی میفهمم، درسته؟ یک صفحه کتاب را میدن دست من، یک صفحه کتاب را میدن دست شما، ترجمه میکنین. آیا ترجمه هر دوی من و شما با هم تطابق داره؟ هیچ وقت نمیتونه اینها با هم تطابق داشته باشه. چگونه تطابق داره که یک فرد مثلا یک جمله ای را مینویسه که فرد دیگه شاید اون جمله به ذهنش نباشه، یا اصلا این 72 نفر هر کدام با تنهایی خود تورات را برایش به زبان یونانی مینویسن. این عدم تطابقی که میان این ترجمه وجود داره، ترجمه عبرانی و ترجمه یونانی که از عبرانی به یونانی ترجمه بشه، این جای سوال هست. چگونه شما این را تطبیق میدید؟ چگونه اینها را شما با هم برابر میکنید؟ که بعدا این نسخه به نسخه سبعینیه مشهور شد، چون 72 نفر بودن، به 72 روز هم تمام شد. بعد از لاتینی ترجمه میگرده از یونانی ترجمه میگرده به لاتینی جناب استاد. پس ابتدا عبری، بعدش یونانی، بعدش هم لاتینی. بله، ترجمه میشه به لاتینی. البته این نکته رو جناب استاد به خدمتتان عرض کنم که 10 قرن بعد از موسی علیه السلام اتفاق میفته. 10 قرن بعد از موسی علیه السلام بعد از زبان عبری به زبان چی؟ به زبان یونانی و همچنین به زبان لاتینی ترجمه میشه. تورات جناب استاد در سالهای حالا میین بعد از میلاد که چی اتفاقاتی باز بر سر این تورات میایه و عیسی علیه السلام میایه و بعد صحبت میکنه که شما من میخوام خرافات بنی اسرائیل را حل بکنم و به هر حال حرفای در مورد تورات میزنه و اینها. بعد از میلاد در قرن 7 میلاد، یعنی حتی اسلام هم آمده بعد از اسلام. اگر اجازه بتینید یک توقفی داشته باشیم، یک میان برنامه بگیریم که بحثمان را در ارتباط به تعریف تورات و اینکه بر سر تورات چه آمد بعد از میلاد اینو میگذاریم بعد از میان برنامه. با هم میان برنامه میبینیم و بعدش انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
آمنت أنك عبده ورسوله. من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله. سبحانه لا والد لم يولد أبدا، ولست بثالث لثلاثة. الله فرد ليس بالمتعدد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي. صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحد. صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحد. صلى عليك الله، صلى عليك الله. قد أوجب المختار حبك شرعة فينا، وفي الإيمان لم نتردد. يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي. آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد. ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد. سبحانه لا والد لم يولد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمدي، بشرت يا روح الإله بأحمدي. صلى عليك الله، صلى عليك الله. أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد. أتباع عيسى رفعنا قدره، وبصدقه يدعو البرية سيدي. هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد. عيسى وأحمد مرسلان، كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحد. في الذكر والإنجيل رغم الملحد. فعلى البتول وابنها حلل الثناء، وسلامنا من متهم أو منجد. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى
عيسى في اعتقاد أرشدي صلى عليك الله صلى عليك الله. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول خليل كل موحدي صلى عليك الله في خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و بحثمان همچنان پیرامون تحریف تورات ادامه دارد. اما قبل از اینکه به آنچه که قبل از میان برنامه گفته شد بپردازیم، از همکار عزیزم در اتاق کنترل خواهش میکنم که تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا از بیننده های عزیز و گرامی که مایل هستند در این برنامه مشارکت کنند صدای ایشان را و حرف ها و سخنان ایشان را داشته باشیم. خب جناب استاد عبدالرحمن فاتح قبل از میان برنامه گفتن که دوباره البته بعد از 800 سال از عهد موسی علیه السلام از عزرا میآید و عزرا تورات را دوباره می نویسه، اما ای که از روی چه کتابه و از روی چه سنده و از روی چه مدرکی را می نویسه معلوم نیست. خب بعد از گذشت 200 سال دیگر از عزرا، بطلیموس دوم گفتن در سال 247 قبل از میلاد از روی نسخه عزرا توسط البته 72 نفر تورات را از زبان عبری به زبان یونانی ترجمه میکنن و بعد از آن هم به زبان لاتین ترجمه میشه. اما اینکه بعداً موسی علیه السلام آمدن و بر سر تورات چی میگذره حکایتی است که دوباره برمیگردیم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح و از زبان ایشان میشنیم. خب جناب استاد بله، ما گفتیم که حضرت عیسی علیه السلام میآید و بعد از حضرت عیسی علیه السلام امین نسخه عبری یا که به زبان یونانی هم ترجمه شده و به زبان لاتینی هم ترجمه شده موجوده و اینها بعد از گذشت زبان عبری به نزد یهودی ها کمی فقیر به نظر میرسه. یعنی دیگه نمیتونن، چون با امتهای دیگه با مردم دیگه خلط شدن نمیتونن که اینها زبان عبری اصلی را بخوانن، چون میدونن که زبان عبری بدون نقطه و بدون حرکات و این گونه بوده و بدون فواصل و اینها. خب این میاین علمای یهود، آخوندای یهودی بگین، میان میشینن و به هر حال بین سالهای 7 میلادی تا 10 میلادی بالای تورات عبری کار میکنن، همان نسخه عبری که وجود داره کار میکنن، حرکات بالایش میگذارن، فواصل میگذارن، نقطه میدن، نقطه گذاری میکنن که این نسخه مشهور میشه به نسخه ماسوری. نسخه سبعینیه داشتیم و نسخه ماسوری تبدیل میشه به نسخه ماسوری. جناب استاد، حالا سوال اینجاست که
آنچه که از کتاب مقدس امروز وجود داره، اینها خب تاریخچه‌ای بود از خود بله. تورات. حالا کتاب مقدسی که امروز وجود داره یا عهد قدیمی که امروز وجود داره، این از کدام زمان هست؟ یعنی نسخه خطی از تورات فعلا وجود داره یا نداره؟ قدیمی ترین نسخه ای که از تورات تا حالا چی مثلا آمریکا عرضه کرده، چی به هر حال اسرائیل امروزی یا غصب شده فلسطین مال مسلمان ها اونجا عرضه کردن، قدیمی ترینش نسخه است که 1 قرن قبل از میلاد هست. حتی نه نسخه ازرا، یعنی بعد از بطلیموس. بله، بعد از بطلیموس نسخه ای که وجود داره نسخه خطی همون نسخه هست. نسخه ازرا کجاست معلوم نیست. نسخه هم ترجمه شده است. بله، او هم خوب ترجمه شده، گفتیم که ترجمه شده از زبان عبری به زبان بله، اون رو ترجمه کردن به زبان یونانی. فقط همین نسخه خطی جناب استاد وجود داره. حالا سوال ما اینجاست که بعد از تقریبا 12 قرن بعد از موسی علیه السلام، تنها نسخه‌ای که وجود داره بعد 12 قرن بعد از موسی علیه السلام، بقیه کجا شد؟ نسخه دیگه کدام نسخه وجود نداره. نسخه ازرا کجا شد؟ نسخه‌ای که از آن ترجمه کردن به زبان یونانی و به زبان لاتینی کجا شد؟ نسخه هایی که در زمان سلیمان و در زمان داوود علیه السلام بود، نسخه هایی که در دست یوشع بود، نسخه‌ای که خود موسی علیه السلام با دست خود نوشت، اینها کجا شد؟ اگر این نسخه پیش در نزد علمای یهود یا علمای دین مسیحیت امروز وجود نداره، محفوظ نیست در موزیم ها؟ سوالی است که من میکنم. نه خیر جناب استاد، گفتم که تنها نسخه خطی که وجود داره 1 قرن قبل از میلاده. یعنی حتی بعد از بطلیموس، بعد از اون نسخه‌ای که به زبان یونانی و به زبان‌های دیگه ترجمه شد، دیگه نسخه وجود نداره جناب استاد از تورات. این کجا شد؟ این دلالت صریحی بر این داره که این تورات دست خورده و این تورات به هیچ عنوان نمیتونه کلام الله سبحانه و تعالی باشه. که ما از نظر تاریخی وقتی جناب استاد این موضوع رو مطرح کردیم، اگرچه گفتیم از نظر دیگه مسائل که بیاین وقتی ببینین میبینین که به هر حال نکاتی که بنده عرض کردم در اول برنامه که یکی از موضوعات موضوع تاریخ هست، که وقتی تاریخ تورات را ما ببینیم خود به خود میفهمیم که تورات تحریف شده و تورات دست خورد. جناب استاد، متن یونانی و متن عبری تورات و عهد قدیم میگن از یک مصدر گرفته نشده، درست است؟ بدون شک. بدون شک. خب پس وی از خلال اسفار فکر کنم معلوم میشه. ما میبینیم که نسخه یونانی حاوی 46 صفر است. بله. و نسخه عبری یا ماسوری درست است تقریبا داره 39 صفر است، که البته فکر کنم وقتی ما در ارتباط به اختلاف اسفار و اضافات و این چیزها صحبت میکنیم، تحریفات بیشتر به صورت مفصلتر و گسترده‌تر آشکار میشه و روشن میشه. خب اگر اجازه بدین من میرم سراغ بیننده های عزیز و گرامی، میشنیم صحبت های بیننده ها. سلام علیکم بیننده گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. بیننده گرامی، صدای گیرنده و صدای تلویزیونتان ببندین و از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین. بفرمایید. خب فکر کنم که تماس ما با این بیننده برقرار نشد. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید. بیننده گرامی، ما بارها از طریق برنامه های مختلف تذکر دادیم که بیننده گرامی وقتی تماستان با ما برقرار میشه فقط از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشین تا تماس قطع نشه. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید مستقیما خود معرفی بکنین و صحبت کنین. شما وصل هستین بیننده گرامی.
خب نمیدونم که اشکال از کجاست. اشکال از نزد ماست یا از نزد بیننده های عزیز و گرامی که تماسشان برقرار میشه، بعد از تقریبا چند ثانیه دوباره تماس قطع میشه. اگر بیننده وصل هستن در خدمتشان هستیم. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. خب مثل که اشکال وجود داره. اگر بیننده وصل هستن بیننده را میگیریم و الا بر بگردیم به استودیو. مشکل اگر رفع شده. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. صدای شما داره پخش میشه بیننده گرامی، از طریق گوشی تلفن با ما در تماس باشید. بفرمایید. خب مثل که اشکال تا هنوز ادامه داره، برمیگردم به استودیو خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح. خب جناب استاد فاتح، البته بعد از بیان تاریخ تورات که از خلال تاریخ تورات خیلی واضح و خیلی روشن بود که تحریف این تورات دست خورده و در این توراتی که وجود داره اصلا من نمیفهم که تا حال این نسخه، ما گفتیم این نسخه موجود تورات را که میگن همون تورات یا همون کتاب آسمانی اصلی است که به حضرت موسی علیه السلام از جانب خداوند فرستاده شده، او هست یا نیست. و این البته از خلال سرد تاریخی که شما بیان کردین خیلی ها واضح و روشن شد که این اون نسخه نیست و تحریفات زیاد شده و این تحریفات ما میتونیم از خلال مثال هایی که در خود نسخه موجود وجود داره پی بریم. خب جناب استاد اگر به مثال های از وقوع تحریف تورات اشاره کنیم، اگر به مورد اول که اختلاف در تعداد اسفار است، تا ای که تماس اگر بیننده بودن تماسشان میگیریم و الا جناب استاد در تعداد اسفار ما ببینیم که اختلافات وجود داره. مثلا نسخه که یا نسخه هایی که میشه گفت وجود داره امروز از تورات یا عهد قدیم، یک نسخه عبری است که برگرفته از نسخه ماسوری است. همان نسخه ماسوری گفتیم همان نسخه است که یعنی در این قرنهای اواخر، یعنی در قرن دهم میلاد این کامل شد و آن را فواصل دادن و حرکات دادن و اینها. این نسخه یعنی نسخه عبری، نسخه عبری بله، که مشهور به نسخه برگرفته از نسخه ماسوری است که چنانچه ما هم اشاره کردم. این نسخه دارای 39 صفر هست، یعنی 5 صفر اول آن مربوط میشه به تورات، بله، و 34 تای دیگرش مربوط میشه به ملحقات تورات، یعنی آنچه که ارتباط به خود تورات میگیره، اسفار مختلفی که داره. این صفر این نسخه عبرانی است، نسخه عبرانی است که همان نسخه ماسوری می باشه. نسخه دیگر نسخه یونانی هست، همان نسخه که به هر حال گفته میشه که از آن ترجمه یونانی شده، ترجمه از عبری به یونانی شده. بله. حالا اینجا یک سوال جناب استاد خیلی جالبه. خب ما گفتیم که نسخه عبرانی چند تاست؟ 39 صفر داشت و این نسخه یونانی 46 صفر داره، یعنی تقریبا 7 صفر اضافه داره. حالا جناب استاد سوال اینجا میاد که نسخه اصلی همان عبرانی بوده، درسته؟ بله. نسخه یونانی از آن ترجمه شده، بله. درسته؟ درست است یا نه؟ ترجمه باشه. ترجمه شده. بله ما خب قبلا اشاره کردیم به این نکته، گفتیم دیگه به تحقیق و بدون شک ترجمه شده. این 7 صفر را مترجمین از کجا آوردن؟ 7 صفر اضافی از کجا آمد؟ ترجمه چون تفصیل بوده، ترجمه من تفصیل میکنه، تفصیلم کلان صفر میشه. نه خب میشه جناب استاد مثلا تفسیر بدن، بله. میتونن تفسیر اما بدن در ترجمه، یک صفر.
اما نکس اصفار اضافه بکنه 39 صفر خب باید به جای خود باشه. بله. در لابلای اصفار اضافه میشه، مثلا چیزی تفسیر میده. اما ای که 7 صفر یا به تعبیر ما امروزی مثلا 7 سوره اضافه بشه، 7 سوره اضافه بشه، این از کجا شد؟ از کجا آمدین؟ سوالی است که باید جواب به آن داده بشه. بله، کسایی که امروز دم از مسیحیت میزنن، دم از یهودیت میزنن و یهودیت حق میدانن و کسایی که هم فریب اونها را خوردن، اونو باید جواب بدن. منتظر جواب اونها هستیم. البته جناب استاد یک نکته را اشاره بکنم که نسخه عبرانی یا نسخه عبری که گفتیم در نزد علمای یهود و علمای بخشی از فرقه از فرق نصارا که همانا فرقه پروتستان ها هستند، این دو فرقه یعنی یهود و فرقه از نصرانی ها که پروتستان ها هستند، در نزد اینها مورد اعتباره، یعنی همین 39 صفر 39 صفر. بله. اما در نزد ارتدوکس و در نزد کاتولیک ها که فرقه های از نصرانی ها هستند، همان نسخه یونانی قابل اعتبار هست، در نزد اونها مورد اعتبار هست، یعنی 46 صفر از اصفار عهد قدیم در نزد اونها این معتبر است. حالا بالای هم رفته امروز بیشتر مثلا پروتستان ها خودشان را انسان های خوب میدانن و میگن به هر حال ما میخوایم که اصلاح در دین مسیح بیارین و بعضی چیزهایی که امروز مثلا کاتولیک ها و ارتدوکس ها قبول ندارن اونها قبول دارن، اینها قبول ندارن پروتستان ها. حتی اگر یادتان باشه پروتستان ها یک مردم عجیبی هستند. حتی وقتی قانون همجنسگرایی در آمریکا تایید شد، اینها هم از جمله کسانی بودند که این قانون را تایید کردند. پروتستانت ها. بله، اینها 1/5 مسیحی ها را میگن تشکیل میدن، درسته؟ تعدادشان خیلی زیاد نیست، بیشترین تعداد را کاتولیک ها و ارتدوکس ها دارند. خب به هر صورت المهمی که در نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها که امروز برخی از کشورهای مثل آمریکا و اینها که بیشتر کاتولیک هستند، حالا در نزد اینها چه نسخه 39 چه نسخه 46 هر دو مورد قبوله. هر دو مورد قبوله، یعنی فرق نمیکنه. بلکه اینها از نسخه‌ای که 39 تا هست 7 تا اضافه هم قبول دارن، ارتدوکس ها و کاتولیک ها، هر دوی اینها. یعنی ارتدوکس ها و کاتولیک ها که گفتیم نسخه یونانی که 46 صفر داره در نزد اینها مورد اعتبار هست و مورد اعتماد هست. نسخه دیگه وجود داره که نسخه سامریه هست. این نسخه سامریه طایفه از یهودی ها هستند. شما میدانید که یهودی ها و نصرانی ها دارای فرق مختلفند، فرقه های مختلفی دارند، یعنی یک فرقه نیستند، فرقه های مختلف. یکی از اینها سامریه ها هستند که اینها فقط 5 صفری که بر حضرت موسی نازل شده، یعنی به تعبیر خودشان همان تورات قبول دارند و برخی از آنها نسخه یا صفر یوشع را هم بر آن اضافه میکنند. صفر یوشع را هم بر آن اضافه میکنن، یعنی مجموعاً میشه 5 صفر یا 6 صفر. فقط به 5 یا 6 ایمان دارن و در نزد اونها مورد اعتماده و به بقیه باور ندارن و قبول ندارن. این به صورت کلی جناب استاد از نسخه هایی است که اگر شما تفاوت ها را ببینین، حالا تفاوت و اختلافی که بین این نسخه، بله جناب استاد، این اختلاف که اگر اختلاف در الفاظ و در کلمات و در گفتارها اینها باشه که خیلی زیاده، ما فقط در اصلا به صورت کلی و به اصل اینها نگاه میکنیم. حالا به عنوان مثال عبرانی نسخه عبرانی 39 صفر داره، درسته؟ بله. نسخه یونانی 46 صفر داره، نسخه سامریه حالا 5 یا 6. اگر همه اینها هم ادعا میکنن که این از جانب الله هست جناب استاد، همه ادعا میکنن که از جانب الله هست و شریعت الله هست و نجات بخش است، حالا ما کدام را قبول کنیم؟ ما به عنوان یک مسلمان من تعجب میکنم. یعنی نه شما مثلا بیایم ما خود را در مقام این در باب تشبیه هست، خودمان را در مقام یک مسیحی یک یهودی قرار بدین، کدام رو ما باید قبول بکنیم؟ مثلا من میخواهم یهودی باشم، من میخواهم مسیحی باشم، خیلی خوب، کدام را قبول کنم؟ کدام یکی از این نسخه را؟ کدام نسخه را قبول کنم؟ نمیدونم من شخصا. این سوال من مورد توجه اینهاست، توجه یهودی ها و نصرانی ها. من کدام نسخه را قبول کنم؟ نسخه عبرانی که 39 صفر داره را قبول بکنم، نسخه یونانی که 46 داره قبول بکنم و هر کدام را هم قبول نکنم، خب من مسلمان گفته نمیشم.
یا یهودی و نصرانی واقعی گفته نمیشم. چگونه امکان داره که 7 صفر را قبول نداشته باشم؟ مثلا امروز این کتاب مقدسی که در نزد من هست جناب استاد، عهد قدیمش 39 صفر داره، درسته؟ حالا بقیه این 7 صفر دیگه که وجود نداره، خب کسی این را قبول نمیکنه دیگه، قبول نمیکنه، میگه فقط همین 39 در نزد من مورد اعتباره. این بلایی که اینها به جان کتاب مقدسی عهد قدیم آوردن، اینها را به این مشکل گرفتار کرده. حالا کدام را قبول بکنه؟ یک فرد مثلا میخواد مسیحی بشه یا میخواد که نصرانی بشه یا یهودی بشه، حالا بیشتر نصرانی، میخواد نصرانی بشه، خب عهد قدیم باید قبول بکنه. عهد قدیم تورات قبول نکنه که ایمانش قبول نمیشه. حتی کاتولیک باشه، ارتدوکس باشه، پروتستان باشه، هر کدام که میخواد باشه باید قبول بکنه، حالا از هر کدام از این فرق سگانه که باشه. حالا فرد که یهودی شد یا نصرانی شد، کدام یک نسخه از این نسخه ها را قبول بکنه؟ نسخه 39 تایی، 46 تایی یا 6 تایی یا 5 تایی؟ کدام یک قبول بکنه؟ خب اینجا جناب استاد سوالی است که باید جواب بدن و کسانی که دعوت میکنن به سوی نصرانیت، به خصوص کسانی که دعوت میشن، به نظر من اولین سوال باید این باشه، به شبکه‌های اینها تماس بگیرن، این سوال از اینشان بپرسن ما کدام رو قبول بکنیم. شاید بگه به هر حال ما کاتولیکیم، ما کاتولیک هستیم، همین 46 تایی رو قبول کن. خب خیلی خوب، اون کسایی که 47 تایی رو قبول، 46 تایی 7 تای دیگر رو قبول ندارن، به نظر تو چی هستن؟ حکم اونا چی است؟ بله، اونهایی که اصلا 40 تا رو قبول ندارن، 5 یا 6 تا قبول دارن، بقیه رو اصلا قبول ندارن، اینها حکم آنها چیست؟ یا اگر مثلا میره شخص یهودی میشه، این حالا این نسخه ها، اختلاف این نسخه ها را ببینه، اختلاف این نسخه ها را، این نسخه اصلش از کجا بوده؟ جناب استاد اگر ببینین به صورت کلی، چی به تاریخش نگاه بکنیم، چی به اختلاف اسفار نگاه بکنیم، یعنی تعداد اسفار نگاه بکنیم، اصلا راهی برای بیرون رفت یک یهودی و یک نصرانی نمیتونه داشته باشه. تشکر جناب استاد. فکر کنم که تماس ها میگن برقرار شده. دوستای گرامی، بله، سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. بله، برنامه بازسازی اندیشه، بفرمایید خودتان رو معرفی بکنیم. بیننده گرامی از کجا صحبت میکنیم؟ دکتر بیننده گرامی بفرمایید خودتان رو معرفی بکنین، دوباره صحبت کنین. در خدمت شما هستیم. صدای ما را دارین بیننده گرامی؟ بله بله. بفرمایید، گفتم خودتان معرفی بکنین، صحبتتان آغاز کنین. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلامت باشین. بفرمایید آقای گرامی، صدای شما داره پخش میشه، خود معرفی بکنین و مستقیما روی مطلب برین. یه سوال داشتم خدمت دکتر. سوالتان در ارتباط به موضوع برنامه است یا خارج از موضوع برنامه؟ نه، موضوع برنامه است. بفرمایید. ما یه رفیق داشتیم که مسیحی بود، گفت تو کتاب توی دین ما خوردن حلاله. بیننده گرامی، صدای شما قطع و وصل میشه، دوباره سوالتان مطرح کنیم. ما یه رفیقی داشتیم گفت که مشروب خوردن دین ما حلاله، گفت ببین درست میگه یا نه. مشروب خوردن توی دینشان حلال است. دینشان چی بود؟ دینشان دین اسلام بود یا یهودی یا مسیحی؟ چی دینی داشتن؟ گفتم ببینم راست میگه یا درست یا نه. من متوجه نشدم بیننده گرامی، میشه دوباره تماس بگیرین چون تماستان صدایتان قطع و وصل میشه. میرم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشه صدایتان بیننده گرامی اندک بلند کنین؟ میخواهم در باب موضوع ما چی کنین؟ سوال کنین؟ در باب حلقی. بیننده گرامی اندک صدایتان بلند کنین چون من متوجه نمیشم که شما چی دارین میگین. بفرمایید. نمیفهم، مشکل اشکال وجود داره. اگر میشه دوباره تماس بگیریم بیننده گرامی. میرم سراغ بیننده بعدی اگر وصل هستن. سلام علیکم. بفرمایید.
خب تو بیننده بعدی وصل هستن، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی، شما وصل هستین. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رحمت. بفرمایید خودتان. برادر اسلام، یک سوال داریم. بفرمایید. صدای تلویزیونتان اگر بند کنین خوب است. بفرمایید. حالا سوالتان مطرح کنیم بیننده گرامی. کلیان کشیدن گناه هست؟ امیر سوالات. تشکر میکنم از شما بیننده گرامی، چون ما قبلا هم تذکر دادم که برنامه بازسازی اندیشه است و موضوع برنامه البته در رابطه به تحریفاتی که در تورات واقع شده است و از پذیرش سوالات شرعی البته ما در این برنامه معذرت میخوایم. ما میتونیم سوالات شرعیتون یک ساعت بعد انشاءالله در برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. خب تقریبا از وقت برنامه ما هم چیز کم 3-4 دقیقه دیگه باقی نمانده. من برمیگردم خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح، چون فکر کنم که اشکال هم در تماس ها وجود داره. جناب استاد، من نمیفهمم بیننده که اولین بیننده که تماس گرفتن و در رابطه به حلال بودن مشروب یا خمر سوال کردن، گفتن رفیقی دارم. نه، من متوجه نشدم که رفیقشان مسیحی بود، رفیقشان حال مسلمان بود. من اگر شما متوجه شدم که پیرامون جناب استاد بنده متوجه شدم. ایشان گفتن که رفیقی دارم مسیحی است و مسیحی بله، او ادعا میکنه که گویا شراب در دینشان حلاله. والله بنده تا حالا چیزی در کتاب مقدس در این مورد ندیدم که حلاله یا حرام. حتی در یعنی در بخصوص اینها که مسیحی هستند، در انجیل متی در باب 5 وقتی که همان موعظه سرکوک مشهوره، یعنی بنده همچون چیزی ندیدم. والله اعلم، شاید هم باشه. و اگر واقعا بدینی که باور دارن، بدینی که معتقد هستن این دین دینی با آسمانی باشه، این دین حتی گیریم که قبول کنیم و بپذیریم که یهودیت یا مسیحیت یا تورات موجود یا انجیل موجود یا کتاب مقدس موجود همان کتاب دست نخورده و کتاب اصلی و محتوا و مضمون اصلی است که از طرف الله جل جلاله برای موسی و بر عیسی علیه السلام فرستاده شده. فرض کنید جناب استاد که درست باشه، هیچ دست نخورده باشه و هیچ تحریفی هم نشده باشه، آیا با این وجود، این یک سوالی است که شاید در ذهن برخی از مسلمان ها مطرح میشه. خب چه اشکال داره که اونها رو چرا باید ما کافر بگیم؟ چرا باید ما کافر بگیم؟ یعنی بعد از آمدن اسلام این ادیان به اعتقاد ما نه جناب استاد، اون بیشتر سوال برادر ما پیرامون خود مسیحی بود. حالا اون برادر خودش مسلمانه، میفهمه. اون منظورش این بود که اون مسیحی میگه که در دین ما، یعنی در دین مسیحیت، گویا شراب حلاله. ولی من تا جایی که بنده ندیدم، ولی فکر نمی‌کنم که در اصل دین حتی در امین هم به هر حال بنده ندیدم، یعنی نمیتونم که اظهار نظر بکنم در آن چی که ندیدم. لکن سوال اینجاست استاد که آیا فرض کنیم گفتیم که کتاب درست باشه، کتاب محتوا و مضمون کتاب ها همون محتوا و مضمونی است که الله تعالی برشان فرستاده، با این وجود اینا حق دارن که یک مسلمان حق داره مثلا که به دین یهودیت یا مسیحیت بپیونده یا والله اگر حق هست؟ اگر جناب استاد از حق و ناحق هم که بگذارین، همین کتاب مقدسی که ما تاریخچه اش را گفتیم، همین من نمیگم والله، حالا خب تحریف شده، همین لیاقت این را داره که انسان قرآن کریمی که با این همه عظمت و بزرگی و معجزه رها بکنه بیه بچسبه به این.
نخیر. یعنی اصلا از نظر عقل بسنجیم. حالا حق و ناحق خویی که واضحه وقتی اسلام آمد باز و من اونم میگه یبتغی غیر عقل- الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. باز اگر حرفی اونها دارن فقط همین سوالاتی که ما در همین برنامه مطرح کردین بیان جواب بده. اگر حرفی برای گفتن دارن همین سوالاتی که مطرح کردین بیان همین نسخه کتاب مقدس یا عهد قدیم را بیان به حضرت موسی علیه السلام ثابت کنن. ان شاء الله ما در مورد مسیحیت هم صحبت میکنیم که اناجیل قبلا چند انجیل بود و بعدا اناجیل چهارگانه امروزی که مشهوره آیا اینها سندش به حضرت عیسی میرسه یا نمیرسه. این هم باز بحثی که در جایش به آن خواهیم پرداخت ان شاء الله. امیدوار بودیم که در این برنامه برخی از او افرادی که یا فریب خوردن یا در کل از به شکل میراثی یهودی یا نصرانی هستند تماس می گرفتند و شبهاتی که دارن یا اشکالاتی که دارن اشکالاتشان مطرح می کردن تا جواب داده می شد. اما متاسفانه که امروز البته به دلیل مشکل فنی ما نتونستیم که تماس های بیشتری از بیننده های عزیز و گرامی داشته باشیم و ما البته در این برنامه صحبت در ارتباط با دین یهودیت و دین مسیحیت و به صورت مفصل و به صورت مشرح انشاءالله همچنان ادامه داره و در برنامه بعدی انشاءالله جناب استاد باز هم ما پیرامون مثال های از وقوع تحریف در تورات، البته شما امروز به صورت کلی به این مثال های اشاره کردین و بیشتر به مسائل تاریخی پرداختین و ما در برنامه بعدی انشاءالله در قسمت بعدی به صورت تفصیلی تر در ارتباط به اختلافی که در تعداد اسفار وجود داره، اختلاف بین نسخه های سیگانه، تناقضات موجود و همچنین اضافات و زیاداتی که در تورات هست پیرامونی در برنامه بعدی انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ما در پایان جناب استاد گرامی استاد عبدالرحمن فاتح از شما اظهار سپاس و امتنان دارم و همچنین از بیننده هایی که نتونستیم تماس هایشان را داشته باشیم معذرت میخوایم و تا تقدیم برنامه بعدی و قسمت بعدی همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. Hey